درود و مهر به کانال انیموش خوش اومدید. اینجا قصه ها رو نه مثل کتاب نه مثل کلاس درس بلکه همون جوری که باید شنید تعریف میکنیم. تو اپیزود قبل انکی رو شناختیم، خدایی که فکر میکرد راه حل پیدا میکرد و دلش با انسان ها بود. اما حالا میخوایم بریم سراغ خدایی که دنیا رو جوی دیگه ای میدید. اسمش انلیل بود. انلیل خدای باد بود، خدای طوفان، خدای فرمان. هر وقت باد زوزه میکشید، هر وقت آسمون تیره میشد، میگفتن انلیل داره حرف میزنه. انلیل مثل انکی نبود، نمی نشست فکر کنه، نمی پرسید انسان چی حس میکنه. براش نظم مهم بود، قانون مهم بود، سکوت مهم بود. اما انسان‌ها زیاد شده بودن، شهر ساخته بودن، بلند حرف میزدن و زندگی میکردن و این به مذاق انلیل خوش نمی اومد. اون گفت دنیا جای شلوغی نیست، دنیا باید آروم باشه. و وقتی دنیا آروم نبود اون عصبانی شد، نه از روی نفرت، نه از روی کینه، از روی قانون. بادها رو صدا کرد، ابرها رو جمع کرد و فرمان داد سیل بیاید. انلیل باور داشت گاهی برای حفظ نظم باید از نو شروع کرد، حتی اگر انسان‌ها قربانی بشن. اما یک مشکل کوچک وجود داشت، همه خدایان با او موافق نبودند. انکی هنوز اونجا بود، ساکت اما بیدار، و باز هم فکر کرد و باز هم راهی پیدا کرد و اینطوری بین خدایان یه درگیری شروع شد، نه با شمشیر، نه با مشت، با فرمان، با تصمیم و با قدرت. انلیل قوی ترین خدا نبود، اما قدرتمندترین بود و این یعنی ترسناک ترین. اما سوال اینه، وقتی خدایان با هم اختلاف دارن، سرنوشت انسان چی میشه؟ تو اپیزود بعد میریم سراغ هیولایی که حتی خدایان هم از اسمش میترسیدن.